دوستان خوب پندارکده، سلام. امروزم با یه ویدیو بسیار مهم اومدم تا بهتون بگم بدونید که هر بیماری یه پیامی داره که اگه پیامشو نگیریم و فقط بخوایم با دارو اونو سرکوب کنیم ممکنه به شکل یه بیماری دیگه بعدها خودشو بروز بده. واقعا اینو میدونستی و یا جدی بهش فکر کرده بودی تا الان؟ خب حالا من یه چیزایی برات میگم در موردش. خانم دالاس کنن که از درمانگرهای بزرگ در جهانه اینطور میگه که در واقع ما قرار نیست مریض بشیم. بدون که بدن یه ماشین شگفت‌انگیزه تا از خودش محافظت کنه و خودش رو درمان کنه اگر ما مداخله نکنیم. اما ما خودمون رو مریض میکنیم. اگه ذهن اونقدر قدرتمنده که خودش رو مریض کنه، پس اونقدر هم قویه که خودش رو بتونه درمان هم بکنه. اما ما اول باید بفهمیم چرا این کار رو با خودمون کردیم. این خانم روان درمان بسیار موفق تأکید میکنه که هر بیماری صحبت کردن بدن با ماست و یک پیام درونی برامون داره که من الان براتون اینا رو تشریح میکنم. افسردگی، عدم خودشناسی و عدم اتصال با درونه. اضافه وزن، ترس و ناامنی زیاده. MS، عصبانیت‌های طولانی مدت، کینه و تنفره. سردرد ناشی از فکر انتقام از دیگرانه. گلودرد نگه داشتن عصبانیت و احساس ناتوانی در تفهیم حرفمون به دیگرانه. تیروئید ناشی از بغضیه که در گلو ترکیده میشه و حرفهای ناگفته بسیار همونجا میمونه و ما اونطوری که باید نمیتونیم خودمون رو تخلیه کنیم. میگرن استرس های روزانه است. التهاب کلیه، ناامیدی و واکنش شدید نسبت به شکست خوردن. سرطان نبخشیدن خود و نبخشیدن دیگرانه. درد شانه ناشی از زیر فشار عاطفی قرار گرفتن و پذیرش مسئولیت‌های زیاده. معده درد هم بیانگر ترس و وحشت بسیار و فکر حرص نسبت به مسائله. ریزش مو، فکر و فشار ذهنی زیاد که ریشه مو قادر به نفس کشیدن نخواهد بود و منجر به ریزش میشه. ناخن جویدن چیه؟ ناشی از احساس ناکامی در مسائل و نداشتن اعتماد به نفس. اعتیاد چی؟ دوست نداشتن خود و ترس از روبرو شدن با واقعیت‌ها و به نوعی فرار از خوده. پس بهتره بگم لطفاً به هشدارهای بدن توجه کن و سعی کن با کنترل ذهن و پاکسازی بدن خودت ارتباط بیشتری با بدنت برقرار کنی که این امر میتونه حتماً سدی بسازه که بتونی با اون مقابل مریضی ها بایستی. شاید بهتر اینطوری بهت بگم که اساسی ترین و تأثیر گذارترین عامل توی به وجود اومدن خیلی از بیماری ها میتونه نگه داشتن خشم در درونمون باشه. خشمی که از کینه، نبخشیدن، نفرت و خیلی از این موارد مشابه نشأت میگیره. امکان داره که در ظاهر وقتی به این موضوع فکر میکنی با خودت بگی نه، من که خشم خاصی درونم نیست یا نفرت و کینه به خصوصی ندارم. اما وقتی دقیق تر به گذشته نگاه میکنی مطمئن باشی اتفاقاتی برات رخ داده که در درون این احساسها رو بدون اون که متوجهش باشی داری و بهشون فکر میکنی
و همه این احساسات به نوعی در درونت ایجاد شده. بنابراین این عامل نهفته میتونه به ارگانهای بدنت رفته رفته آسیب برسونه و به شکل بیماریهای مختلفی خودشو نشون بده. پس وقتی به سراغ پاکسازی ذهنمون میایم، میبینیم هنوز هم داریم در گذشته زندگی میکنیم و اونطوری که باید در زمان حال نیستیم. اینو بدون، زندگی کردن در زمان حال واقعا یه هنره. یه هنر درونیه که نیاز به آموزش، بالا بردن اطلاعات در این زمینه و خواستن، اونم به معنای واقعیه. اینجاست که باید به خودت بگی من میخوام که گذشته رو رها کنم، به کنترل بدن و ذهنم به طور همزمان فکر کنم و با این برون ریزی اساسی اون وقت فرمان کنترل بدن و مقابله با بیماری ها رو در دستم بگیرم. میدونی چیه؟ در واقع ما فقط جسم و بدن نیستیم. برای درمان حقیقی باید به درون بریم و پاکسازی کنیم و به نوعی باقی کار رو به طبیعت که به اون هوش کیهانی بدن میگن بسپاریم. بنابراین حتما و لطفاً نجوای بدن من در شفای کامله رو یادت نره. چی شد؟ بدن من در شفای کامله. و همیشه موقع خواب، درست زمانی که گیج خواب میشی، چشماتو ببند و دستاتو روی چشمات بذار و این جمله شفابخش و البته بسیار بسیار مهم و چندین بار با خودت تکرار کن. مطمئن باش وجودت خیلی هوشمنده و هر آنچه که تو بهش بگی و حتما انجام میده. خب همراهان خوب پندار کرده، امیدوارم علاوه بر لایک و سابسکرایب این ویدیو، اونو توی زندگیت هم عمل بکنی و با ارسال اون برای دوستان و اطرافیانتون هم راهی سبز به سوی آینده درخشانشون ترسیم کنی. لحظه هاتون در آرامش.